در نویای فرخور جماعت دهاتی وطن در خوجگی دهقانی به نام فردوس این حال پخته 91 دانه گل و شانه و کورک بسته نشونمای دیگر نیالها در حال خوب قرار دارند. خوجگی داران میگویند که امسال حاصل رکوردی به دست آورده تا جشن عید ملی استقلالیت دولتی کشور عزیزمان از چنک اول پخته نقشه دورنمای خوجگی را تامین میسازند. خب به حساب میانه حاضر 40 شانه و همراه آنها زیاده از 20 کورکی علاقه این مرحمت رسیده ایستاده است. ما هر سال سیوم چهارمی این علاقه ریان هم میدونن، زبود هم میدونن. اولین شده تمام پخته ما وارد زبود می شود. آن تحفه که از زبود با ما وای میکنن آمده در به همه اعضایان خوجگی فردوس تقسیم شون میکنیم. اگر یگان زیافت باشد، اگر یک جای زیافت کرده در سر زمین همین روزه قید میکنن. روزی چهارم پنجم اگر گپ کفر نغلطد چهارم پنجم اوگوست علاقه ما پخته یکمت چینکش سر میکنیم. در خوجگی دهقانی به نام فردوس مساحت 25 هکتار زمین ثمرناک استفاده برده شده. امسال خوجگی داران در مساحت 10 هکتار کشت پنبه‌دانه گذراندند. زمین ها بسیار وقت زیاده از 25 سال بیکار بودند. خب با دستگیری حکومت اجرایی ناحیه همین زمین ها را به ذمه گرفته برای رشد ساحه پخته‌کاری نیست با اهل عائله‌مون همین تصمیم گرفتیم. من 2 سال شد زیاده از 30 سنتنر پخته میسپاریم. حاضر من شکلی که شما دیدین علاقه دوره چکنکا آمده است. در این خوجگی اطلاع دادند که در پرورش نیالهای پخته با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی همچنین سهم اعضایان خوجگی این زنان و دختران کلان میباشد. برای هوسمندی اعضایان خوجگی کارفرما رهبریت خوجگی دهقانی شرایط‌های مساعد مهنت را فراهم آورده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.